از آواز شیرین اونها ما و شما لذت بردیم و امروز وعده کردیم که از بس که بی‌نهایت سوالهای زیاده که یک قسمش نزد من هست و شما جواب میگویم، باز از این دم دیده زیادتر در خانه منتظر جواب هستند و بعد سوالهای هستند که اونها را ما جواب نمیگیم. وقتی که کدام شما سوال شما جوابش نیافت، میتونین که مراجعت کنین و سبب جواب نگفتنش را و شما البته میفهمونن. در بعد سوالهای هست که البته اون هم خلل پذیر مسجد است، هم خلل پذیر در حق ماست. برای همین از شما پرسش دارم کدام شما میفهمید که سوالهای شما که صدا نده و جمعه آینده خدا خواسته باشد باز تحریک امان حضرت امام ابو حنیفه امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه را که فقط ما و شما از تولد وی آگاه شدیم، خدا خواسته باشد از قصه های او برای شما خبر میدهم. السلام علیکم داملای عزیز. السلام علیکم داملای عزیز. آیا چرا در بین مردم خمری یا موسیقی میگویند مردم نمیخورند؟ آیا این حلال است یا حرام؟ موسیقی یا خمری میگیم ما و شما، اینا حرام نیستند. البته سبب نخوردن خمری